اومدن یه جا هوا تاریک شد، غروب شد، یه چیزی خوردن و سعی نفس احیا نخوابیدن، رفتن تا صبح یه جای خستگی گرفتن حرکت، نزدیک های ظهر رسیدن رو دماغه یه تپه. سهراب دید تو این جلگه خورده چادرای سیاه، اما یک چادر مخمل بنفش وسط این چادرها. گفت پیران این چادرها مال کیه؟ گفت به ارواح ویسه روان گشست خبر نداره. گفت برای خبر بیار. پیران گفت الان میام. پیران داره میاد، این خیابون بندیه، گشسبم نشسته دختر رستم. اما چه دختری؟ خبر نقاب صورت چه؟ مهین بانو. پیران ویسه داره میاد، بهش احترام بذاریم بیاد. نقاب انداخت پایین. پیران از تو این خیابون بندی چادرها اومد رسید در چادر گشست پا شد، به پیران احترام گذاشت. صدارت معاب خوش آمدی، بنشین. پیران نشست. گفت مهین بانو اومدم یه چیزی بهت بگم. گفت چیه؟ گفت خبر داری که پدرت اسمش رو گذاشته الوا فراریه؟ گفت آره. گفت والا سهراب به توسط شمشیر میگه منو ببر زابل، برسه زابل زن بچه پیر جوون همه رو درو میکنه، یه وقت نگی من دختر رستمم. عقلش دزدید. گفت باش. سهراب پاشد رفت. پیران اومد به سهراب گفت به ارواح ویسه روان گشست که این دختر الوات بانو گشست.